به نام پروردگار یکتای بی همتا، به نام ذاتی که عقلهایمان را از کجندیشی و بداندیشی مسون داشت، و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم و بر خاندان و یاران پاک گوهر او و راه روان راه او باد. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالیم که با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت شما هستیم و در آغاز خدمت تک تک شما عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت برخوردار بوده و تا آخرین لحظه برنامه خودتان با ما همراه و همگام بوده باشید. در آغاز برنامه عرض سلام و خسته نباشید و خوش آمدید هم دارم خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه. استاد سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه خودتون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که قرار دارن عرض سلام و ادب دارم و امید که در هر جایی که هستند در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشند. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین جناب استاد بزرگوار. خب بینندگان عزیز و گرامی، همون گونه که مستحضر هستید طی چند برنامه گذشته پیرامون دموکراسی به تعریف و تاریخچه دموکراسی پرداختیم و طی دو جلسه گذشته اصول دموکراسی را در پرتو شریعت اسلامی به نقد گرفتیم و حالا در این برنامه ان شاء الله پیرامون برخی از شبهاتی که آنانی که در نظام‌های دموکراسی به نظام دموکراسی آلوده شده اند و به عنوان دلیل شبههایی را مطرح می کنند، به این شبهات ان شاء الله جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه پاسخ خواهند داد. تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه و همگام بوده باشید. خب جناب استاد، اگر فکر کنم بحث از اینجا آغاز کنیم که طی دو برنامه گذشته من سوال را در آخرین لحظات فکر کنم برنامه مطرح کردم، اما این سوال ما لاجواب ماند و ربط هم داره به موضوع هفته قبل یا جلسه قبلی. گفتیم برخی ها میگویند که هدفشان از قبول نظام دموکراسی خدای نخواسته ای نیست که اینها نظام اسلامی را به عنوان نظام حکومتداری و دولتداری قبول ندارند، بلکه از دموکراسی میگن به عنوان ابزار و وسیله برای نجات از نظام‌های دیکتاتوری استفاده میکنند. جناب استاد، حقیقتا اگر به تاریخچه دموکراسی مراجعه بکنین، چنانچه ما هم در چند برنامه دنبال هم مراجعه کردیم و بحث تاریخی دموکراسی را هم در برنامه اول که پیرامون این موضوع مطرح کردیم صحبت شد و صحبت نمودیم. اگر در مورد تاریخچه این بحث بکنین، بله حقیقتا دموکراسی به خاطر این به وجود آمد تا نظام دیکتاتوری را از بین ببره. به خاطر این به وجود آمد. واقعا بله، بنای آن کلیسا حاکم بود. بنای آن و پایه ها و اصول و قواعد دموکراسی برای چی گذاشته شد؟ برای اینکه مردم از نظام دیکتاتوری نجات بیابن. البته یکی از اهداف میتونه باشه و نمیتونین به صورت کلی یعنی حساب بکنین که
اهداف افرادی که حقیقتا این فکر را گذاشتن همین بوده، ولی میتونه یکی از اهداف همین باشه که تا مردم، تا ملت از نظام های دیکتاتوری به دور بشن و نظام کلیسایی نتونه بر اونها دیکتاتوری بکنه. اما مادامی که جناب استاد ما به اسلام مراجعه میکنین، اصلا اسلام ذاتاً، اسلام و اصولاً اسلام برای این آمده که نظام های دیکتاتوری یا ظلم و جنایت بر بشریت را نابود بکنه. اسلام برای این آمده، اسلام برای این آمده تا بشریت را از ظلم و تعدی بندگان نجات بده. اسلام آمده تا بندگان را آزاد بکنه. اسلام آمده تا انسانها را از قید و بند نفس و از قید و بند حکومت و از قید و بند فلانی و فلانی اونها را نجات بده و فقط همه آنها بنده الله باشند و در مقابل الله سبحانه و تعالی تسلیم بشن و در مقابل او سمع و طاعت داشته باشند و آنچه که موافق با آنچه که الله متعال سبحانه و تعالی گفته موافق با او باشه، سمع و طاعت اونها در اون باشه. اما جناب استاد، وقتی که ما در نظام دموکراسی برمیگردیم، درسته در نظامی که یا در جایی که در منطقه‌ای که در کشوری که نظام سالم و نظام خوبی مثل نظام اسلام نداشته باشه، برای اونها خوبه که از دیکتاتوری نجات بیابن. اما اسلام برای از بین بردن دیکتاتوری اصلا به وجود آمده. چگونه میتونه که ما از یک نظامی که دست ساخته بشره و بشر آن را آماده کرده، اگر یک جانبش و یک زاویه کوتاهش خوب هست، زاویه های بیشترش و اصول و قواعد بیشترش برای تخریب بشریت و برای تخریب دینه، چگونه ما میتونیم که دین اسلام را ترک بکنیم با این همه خوبی ها و با این همه زیبایی ها و این که اسلام نمیخواد که دیکتاتوری باشه، نمیخواد که انسان ها زیر نظام دیکتاتوری زندگی بکنند؟ چگونه میتونیم این دوتا را با هم مقایسه بکنیم و اسلام را ترک بکنیم و یک نظامی که یک جانب کوتاهی خوبی داره با آن مراجعه بکنیم؟ این حقیقتا نوع بی‌انصافی محسوب میشه جناب استاد. یعنی شما جناب استاد دموکراسی را متهم میکنین که خود دموکراسی اصلا دیکتاتوری است و دلیلش هم میگین است که در نظام های دموکراسی، در حکومت ها و دولت هایی که از دموکراسی به عنوان نظام دولتداری استفاده میکنن، در این دولت ها و در این چنین حکومت ها قوانین از طرف عده از مردم، عده از بشر بگم ساخته میشه. اما در نظام اسلامی قانون از طرف خداوند و قانون از طرف پیامبر که بالاخره او هم از طرف وحی تصدیق شده، از طرف از او وضع میشه. چگونه میتونه که انسان بنده ها شوه، بنده کسایی شوه که اونها قانون وضع میکنن و سیاست گذاری میکنن و قانون نظام اسلامی را که فقط واضع و قانونگذارش ذات یکتای به همتاست او را بگذارن. یعنی واقعا مثل کسیار که اسلام انسان را، نظام اسلامی بشر از بندگی بنده ها به سوی بندگی پروردگار یکتا فرا کاملا درست، واضح جناب استاد. آیات قرآن کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم به این مورد اشاره داره. یا ما اگر مراجعه بکنیم به صدر اسلام، به تاریخ اسلام، تا جایی که مسلمان ها حکومتی داشتند و نظامی داشتند و بر وفق کتاب خدا و سنت پیامبر علیه السلام حرکت کرده، همه مردم به خوبی زندگی میکردن، نه دیکتاتوری بوده، نه ظلم و جنایتی بوده، نه تعدی و تجاوزی به دیگران بوده. بر اساس اصول و ضوابط اسلامی مردم زندگی میکردن سالم و با امن و امنیت و آسایش. اما جناب استاد، این مشکلی که امروز متاسفانه وجود داره که یک عده از برادران ما و خواهران و مسلمان ما متاسفانه احیانا فریب یک عده گرگ صفت ها را میخورن که میان اعلان میکنن که بله فلان کشور اسلامی هست، ببینین که چی حال و وضع داره، فلان قانون آمده به نام اسلام، ببینین چگونه حال و وضع داره. مثلا در داخل افغانستان بارها نظام های آمده به نام اسلامی، به نام اسلامی نظام های آمده. مثلا امروز در ایران حکومتی یعنی حکم فرمای به نام اسلامی، در کشورهای دیگه جمهوری اسلامی دارن همراه خود. متاسفانه اینها برای ما نمونه نیستن جناب استاد، اینها برای ما نمونه نیستن. نمونه اصل کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و نظامی است که رسول الله علیه و سلم آن نظام را برای ما خط کشیدند که همین نظام، بر اساس همین نظام حرکت بکنیم.
و ما گفتیم که دین اسلام، قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نظام و برای سیاستداری برنامه‌های جامع داره. هر کس بر ترازوی قرآن و سنت باشه، فرق نمیکنه از هر کشوری باشه، فرق نمیکنه از هر پست و مقام باشه، فرق نمیکنه از هر جنسی که باشه، المهمی که اگر بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر بود و بر میزان کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برابری داشت، این نظام اسلامیه. اما این که فرد بیای ادعا بکنه نظام اسلام رو ادعا بکنه و بعد در زیر چتر نام اسلام هر کاری انجام بده به نام اسلام تمام بشه، حقیقتا نه این عقلا قابل پذیرش هست و نه عرفاً و نه هم از نظر دینی. از نظر دینی خب واضحه که همچون فردی که از نام دین سوء استفاده میکنه، و از نظر عقلی من تعجب میکنم بعضی از این افرادی که خودشان را روشن فکر میگن متاسفانه از اسلام هم آگاهی دارن، اما وقتی که نام نظام اسلامی گفته میشه میگن نظام فلانی ها چیکار کردن. نظام فلانی رو ببین امروز به نام اسلام چیکار میکنه. خودت هم میگی که به نام اسلامی، اصلا از زبان خارج میشه که به نام اسلامی، همین به حرف خودش فکر نمیکنه. جناب استاد، مشکل اینه که ما امروز اکثر از مسلمان ها متاسفانه دشمن ها به اونها چنین القا کردن که اسلام را از طریق افراد میشناسن، اسلام را از طریق افراد میشناسن، از طریق جماعات میشناسن، از طریق احزاب میشناسن، از طریق دولت ها و حکومت ها و نظام ها میشناسن، در حالی که اسلام خودش محور داره. هر کس بر محور اسلام چرخید او بر حقه. اسلام بر محور دیگران نمیچرخه، باید دیگران بر محور اسلام بچرخند. اگر بر محور اسلام چرخید خیلی خوب، قابل پذیرشه و قابل اعتماده و میگین این نظام اسلامیه. اما مادامی که بر محور اسلام نمیچرخه، اون نظام تلاش میکنه که اسلام بر محور خود بچرخانه، چگونه ما میتونین به این نظام اسلامی بگین؟ چگونه میتونید ما این رو نمونه قرار بدیم، الگو قرار بدیم برای نظام های اسلامی و بعد بیم هر لحظه به روی مسلمان ها بکشین که شما بله حرف از نظام اسلامی بزنین، نظام فلانی ها چیکار کرد، نظام امروز در فلان کشور چیکار میکنه. اینها جناب استاد حقیقتا بعضی از حرفهایی است، بعضی از میشه گفت شبهاتی است که در ذهن بعضی از مسلمان ها وجود داره. ولی ما گفتیم که نظام اسلامی برای دفع دیکتاتوری آمده، بله، نه برای جلب دیکتاتوری. اما نظام دموکراسی گفتیم برای افرادی که نظام مثل اسلام نداشته باشن، خیلی خوب به درد اونها میخوره، شاید بتونه اونها را از دیکتاتوری نجات بده، یک عده محدودی بر اونها به هر حال حکومت بکنن، بر اونها قانون بتراشن، اونها هم بنده همونها بشن، هر چی که اونها گفتن خیلی خوب. اما اسلام خصوصیتی داره که مسلمان تابع قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلمه. هرچی الله گفت پیامبر گفت در مقابل او سمع و طاعت داره. هر کسی که مخالف این گفت، معیار اسلام اینه که قابل پذیرش نیست. هر کس مخالف قرآن بگه، هر کس مخالف اسلام بگه، برای ما قابل پذیرش نمیتونه باشه و ما بنده هیچ فردی نمیشیم، غلام هیچ فردی نمیشیم، در مقابل هیچ قانون جز قانون الله و پیامبر سرخم نمیکنیم. یعنی ای که امروز اگر میبینیم نظام های به نام نظام اسلامی، طاغوت های میاین مثل که شما اشاره کردین مانند رژیم حاکم در ایران، از اسلام به حیث ابزار برای منافع شخصی خودشان یا منافع گروهی یک اقلیت کار میکنند، این نمیشه که ما به اسلام نسبت بدیم یا از این به عنوان الگوی اسلامی الگوی اسلامی قلمداد کنیم. متاسفانه امروز میبینیم که غربی ها، کسایی که دنبال شبهات هستند، اشتباهات فردی یا گروه از مسلمانان را برای دیگران به عنوان دین اسلام، به عنوان نظام اسلام و به عنوان حتی شریعت اسلامی وانمود میکنن. اما جناب استاد، قسمی که گفتین شما گفتین نظام دموکراسی برای افراد خوب است، برای کسای خوب است، برای کشورها و مناطق خوب است که در اونجا اونها فاقد نظام اسلامی باشند. مسلمان ها نظام جامع و کامل دارند و دستور به نام قرآن دارند، دستور به نام سنت دارند. اینها نیاز به نظام ساخته دست بشر ندارند. ولی امروز جناب استاد ما در برخی ها ای را هم مطرح میکنن که ما در دنیای قرار داریم، در مرحله قرار داریم که بجز دو گزینه
گزینه بیشتر در مقابل ما وجود نداره، یا ای که نظام دموکراسی را بپذیریم یا دیکتاتوری را. جناب استاد، حقیقتا این هم یک حرف تو خالیه، یک حرفیه که اصلا میشه گفت که واقعا برای فردی که این حرف میزنه و این را به عنوان یک استدلال و دلیل مطرح میکنه برای او خندید. یک چند لحظه نشست و برای او خندید و به هر حال گفت که بابا جان چی میگی تو اصلا؟ مگر این حقیقت نداره استاد که امروز ما در دنیای یا نظام دموکراسی است که از طریق انتخابات فرد انتخاب میشه حاکم میشه، یا ای که نظام های دیکتاتوری مثل نظام بشار؟ نه، این حرف درست نیست جناب استاد، این حرف کاملا اشتباهه، این حرف اصلا هیچ سازشی نداره. ما قرار باشه که دموکراسی در برابر دیکتاتوری و دیکتاتوری در مقابل دموکراسی قرار بدین، این حرفیه، یعنی واقعا غلطه. این حرف از افراد خارج میشه که اسلام را نمیشناسن. اگر اسلام را بشناسن، نظام اسلامی را بشناسن، جناب استاد حقیقتا من برای جوانهای عزیز توصیه میکنم کتبی که در باب نظام اسلامی و سیاست اسلامی و سیاست شرعی نوشته شده، بعضی از این کتب ترجمه فارسی هم حتی شده، میتونن که این جوانان عزیز مراجعه بکنن و به خصوص باز اگر طلاب علمن، خب کتب عربی هم در این مورد فراوانه، کتب فقهی به وفور پیدا میشه در این مورد، کتب حدیثی در این مورد فراوانه، حتی آیات قرآن کریم برای ما چگونه حکومت کردن و چگونه نظام را برای ما تشریح میکنه. خب استاد، شما به نقطه خوب اشاره کردین. اگر اجازه بدین فقط من از کارگردان عزیز بخوام که ایمیل شبکه را بنویسن و دوستا و بیننده های عزیز و گرامی و اهل تحقیقی که مایل هستند و علاقمند هستند که در ارتباط با دموکراسی بیشتر بدانند و در ارتباط با دیدگاه اسلام درباره دموکراسی بیشتر بدانند، با ما پیام بفرستن و ان شاء الله کتاب‌های خواه فارسی باشه خواه عربی باشه ان شاء الله با ایمیل هایشان خواهیم فرستاد. جناب استاد بفرمایید. بله جناب استاد، ما گفتیم که اگر شخصی قانون و نظام اسلامی را درست درک بکنه، این حرف از زبانش جاری نمیشه. این مشکل از افراد برمیگرده که از دو حال خالی نیان. یا مردمیان معاندن، اسلام را درست میشناسن ولی نمیخوان که نظام اسلامی حاکم بشه. این در میان افرادی هست که دوست ندارن، چون نظام اسلامی بعضی از قید و بنده ها را برای انسانیت و برای بشریت گذاشته، یعنی انسان را تابع دین خدا میکنه. نظام اسلامی انسان را تابع دین خدا میکنه، انسان مؤمن را. انسانی که در مقابل قانون الهی سرخم میکنه باید تابع قرآن باشه، تابع سنت پیامبر باشه و قید و بنده هایی که شریعت گذاشته اینها را مراعات کنه. اما در نظام دموکراسی چنانچه ما گفتیم قبلا هم در موردش صحبت کردیم، قید و بندی برای این وجود نداره. هر کس برای خود هر اخلاق ساخت، هر کس برای خود هر حرف زد، هر کس برای خود آزادی بیان، آزادی اخلاق، آزادی فلان، همون نامهای چرب و نرمی که حقیقتا گوشه ها را نوازش میده ولی باطن را تباه میکنه، انسان را از بین میبره. خب ما گفتیم جناب استاد که این نظام حقیقتا نظام دموکراسی مادامی که این مشکلات را داره که یعنی حقیقتا گفتیم چیزهای تو خالیه، ما بیاین بگین که این دوتا یا دیکتاتوریست یا دموکراسی، حقیقتا این فردی که این حرف را میزنه یا این که دنبال شهوات، دنبال اینه که به هر حال لجام گسختگی برایش باشه، یا اینه که اسلام را نمیدانه. و والله قسم شه جناب استاد، اگر کسی نظام اسلامی را درست درک بکنه، نظام اسلامی را بفهمه. حالا مشکل در اکثر جوانان ما اینه که حتی در پوهنتون ها، حتی در دانشگاه ها وقتی که تدریس میشه، نظام اسلامی به اونها نظام درست اسلامی به اونها تدریس نمیشه. حتی در بخش حقوق میبینین که حقوق از یک سیاسیدان فلانی از یک سیاسیدان فلانی از فلان نقل میکنن. اما اگر خواسته باشیم اینها را از فقهای اسلامی و از قرآن و از سنت و از سیاست اسلامی ثابت بکنین، متاسفانه باز در این مورد کم دارین. به همین واسطه میبینین شاگردایی که اکثرا از حقوق فارغ میشن الا ماشاءالله متاسفانه با فکر پیچکاری شده داخل جامعه میشن.
من توهین نمی کنم به جوانان عزیز و محصلین عزیز برن بخوانن، ولی جناب استاد یک جوان مسلمان وقتی وارد پوهنتون میشه، یک جوان مسلمان میره حقوق میخوانه، در باب سیاست میخواد چیزی بدانه، در باب حقوق میخواد آشنایی پیدا بکنه، اول باید از اسلام آگاهی داشته باشه، اسلام رو هم در کنار این بخونه. نشه که خدای نکرده فردا کسی بیرون بشه که یک دموکرات اکثرا متاسفانه میبینید این افرادی که از حقوق حالا فارغ میشن، در بخش حقوق و سیاسی و در بخش این مسائل واردند، وقتی که از اینجا فارغ میشه از اسلام هیچی نمیدانه، از نظام اسلامی اصلا نمیدانه، اصلا چیزی به نام نظام اسلامی نمیشناسه، به همین واسطه روی میاره به طرف سکولاریسم که اصلا میخواد که دین کلا از سیاست جدا بشه، چون میگه که اسلام برنامه نداره برای سیاست، یا میگه باید دموکراسی باشه یا دیکتاتوری باشه. نظام سومی که به نام نظام اسلام و پاکترین نظام و بهترین نظام، این را با چالش میگم جناب استاد، ما در برنامه‌های گذشته هم ثابت کردیم که اسلام بهترین نظام داره ولی دموکراسی پسترین نظام داره. این یک حقیقتیه، هویدایه، کاملا واضحه. این که کسی قبول نمیکنه این به خودش مربوط میشه و یا اینه که نمیدانه یا اینکه نمیخواد قبول بکنه، و الا اینکه نظام اسلامی کسی بدانه، بعد این دوتا دموکراسی و نظام اسلامی را در کنار هم بگذاره، آن وقت واضح میشه. هر وقتی که روشنی و تاریکی در کنار هم آمد، آن وقت معلوم میشه که روشنی چیه، تاریکی چیه. اما مادامی که یک جوان از اسلام هیچی نمیدانه مستقیم وارد میشه در دموکراسی، خب معلومه که حرفایی میزنه که نباید بزنه. و نمیشه که محصلین یا فارغ التحصیلای دانشگاه ها را آدم مقصر و کوتاه بدانه، چون وقتی نظام دموکراسی در یک کشور حاکم باشه، این نظام دموکراسی در چارچوب وزارت‌های مختلف مانند وزارت آموزش و پرورش یا وزارت آموزش عالی، نظام آموزشی کشور، نصاب تعلیمی کشور هم بر اساس دیدگاه‌های غربی تغییر میتن و به اساس معیارهای از اونها عیار میسازن. امروز وقتی شما اشاره کردین جوان میآیه وقتی از حکومتداری، وقتی از دولتداری صحبت میکنه، از فلان سیاستمدار اروپایی، فلان نظریه پرداز غربی به عنوان دلیل عبارات و جملاتی از زور توتیوار تکرار میکنه. جناب استاد، من حقیقتا یعنی گفتم که قصد ندارم خدای نکرده به این جوانها و محصلین عزیز چیزی بگم، ولی من توصیه کردم که جوانانی که در این مورد هستند برن در مورد اسلام بدانن. مثلا یک جوان، من با بعضی از این جوانهای عزیز و محصلین گرامی که نور چشم ما هستند بحث کردم، گفتگو کردم پیرامون نظام اسلامی. وقتی بحث نظام اسلامی میگه چی میگه؟ بزرگترین دلیلش اینه که نظام فلان کشور، بابا جان چی ربطی داره دوتا با هم؟ این که فرد نمیتونه نماینده اسلام باشه. نظام فلانی آمده گذشته رفته خلاص تمام، فکر میکنه نظام اسلامی همون بود و تمام شد دیگه، چون در اصل در اصول نظام اسلامی چیزی نمیدانه. انتهای دلیلش چیه؟ افرادن، کشورها و نظامهایی که خودشان را به اسلام برچسب زدن، انتهای دلیلش همینه. یعنی هر چی که شما وارد بحث نظام اسلامی بشین، باز به شما دلیل میاره که بله نظام فلانی چرا این کار نکرد، نظام فلانی چرا این کار کرد، نظام فلانی چرا این کار انجام میده، نظام فلان چرا این کار انجام نمیده. بابا جان چی ربطی داره؟ دوتا با هم کلا متفاوته. اصلا این دوتا بحث‌های جدا هست. اسلام با مسلمان، این دوتا با هم فرق میکنه. نظام اسلامی با اینکه یک فرد خودش را به اسلام برچسب میزنه و نظام خودش را به اسلام برچسب میزنه، فرق میان این دوتا را باید دانست. و جوانانی که در این باب، در باب سیاست میخوان چیزی بدانن، باید از نظام اسلامی آگاه باشن. حداقل جناب استاد یک کتاب مقدماتی در باب سیاست اسلامی و سیاست شرعی بخوانن که بدانن حکومتداری اسلامی یعنی چی. و هر فردی که آمد ادعا کرد که این نظام اسلامیه یا این کار در واقع در نظام اسلامی وجود داره، بتونه حداقل در جوابش دلیلی داشته باشه، حرفی داشته باشه، نه اینکه خودش را وارد شبهات کنه، وارد آتش بکنه بدون اینکه وقایعی داشته باشه، بدون اینکه لباسی داشته باشه که از آتش حفظ بکنه. خب بدون شک میسوزه جناب استاد. یعنی که در کنار از اینکه ما گفتیم اونا کوتاهی یعنی مقصر نیستند، شما میگین که واقعا، یعنی من هم شاید با نظر شما موافق باشم که نمیشه که یک جوان مسلمان، یک فردی که در جامعه اسلامی بزرگ شده و امروز تمامی مراجع و منابع
نوشتار اسلامی، نوشته ها و کتاب ها وجود داره که میتونه مطالعه کنه، میتونه که بخونه. ایره نمیتونیم که با وجود وجود کتاب ها مقصر معذور بدانیم که نه معذور نیست. تو به عنوان مسلمان مسئولیت داره که باید در ارتباط به اسلام، در ارتباط به دین، در ارتباط به نظام اسلامی چیزهایی بدانی تا فریب نظریه پردازهای غرب و مزدورهای غرب نخوری. جناب استاد، امروز در شرایطی که ما زندگی میکنین علما به وفور پیدا میشن، کتب به فارسی زیاد ترجمه شده، نه یکی نه دو تا، فراوان در هر کتابخانه برین شما کتب موجوده. کتب معتمد منظورم هست، نه هر کتابی که پیش آمد خوش آمد ماشاءالله هر کتاب گرفت و بخوان و خلاص نظریه پردازی بکنه عالم بشو و بعدن فتوا بده به کرسی فتوا بشین. نه، حداقل امروز جناب استاد میشه گفت که هیچ بهانه یک فرد نداره برای از اینکه اسلام را نفهمه. به خصوص محصلین عزیز ما، محصلینی که در باب حقوق و علوم سیاسی داخل میشن باید اسلام و نظام اسلامی رو بدانن. یعنی لازمه بر اونها که نظام اسلامی رو بدانن تا نشه که چنانچه گفتم جناب استاد یک فرد میگه که چی مشکل داره، شما چی مشکل دارین که ما برین بخوانین؟ خیلی خوب بخوان، کی گفته تو که اصلا کسی برای تو نگفته که نخوان، برو بخوان، چیز یاد بگیری، کاش تو چیزی بخوانی و به درد ملت بخوری، به درد ما بخوری، به درد همین بیچاره ها و مظلوم ها بخوری. ولی تو فردا بلای جان این امت میشی، بلای جان این ملت میشی اصلا. چرا که با یک فکر کاملا مخرب و با یک فکر کاملا ضد اسلامی بیرون میشی که وقتی میز گرد تو را به تلویزیون میارن اونجا مینشانن، شروع میکنی بر علیه اسلام و بر علیه مسلمین، خودت هم نمیفهمی چی میگی. چون که نه که ضد داشته باشه با اسلام، ضد نداره با اسلام این بیچاره، چون نمیدونه از اسلام. وقتی مینشینه همان افکاری که قبلا اساتیدش برایش القا کردن، کتابهایی که در این مورد مطالعه کرده، مراجعی که اساتید برایش دادن، اونها رو مطالعه کرده، خوانده و در همین مورد کار کرده. امروز که مینشینه در میز گرد شروع میکنه به صحبت کردن، افکاری که قبلا آنها رو طرح ریزی کرده و قبلا در مغزش جای گرفته، در فکرش جای گرفته، همونها رو مطرح میکنه. دیگه چیزی بالاتر از اون نمیدانه. ما نباید یعنی از اینها گلایه داشته باشین، از بعضی از اینها که چرا اینها از اسلام نمیگن، یعنی چون نمیفهمه. میشه بگیم که اندیشه و فکر از اینها به تعبیر بعضیا اختطاف شده، یا ای که فکرشان مصادره شده، یا ای که فکر از اینها قسمی که شما گفتین پیچکاری یا واکسینه شده. یا جناب استاد میتونین تعبیر دیگه استفاده بکنین، بعضی از اینها برای دیگرا فکر میکنن یا دیگرا برای اینها فکر میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر کس هر چی گفت فکر امور باز به کار میبره، باز که فردا اشتباه کرد باز فکر کس دیگه میگیره، باز فکر او به کار میبره. یعنی فکر خودش نمیکنه بلکه فکر کس دیگه برایش میکنه. یعنی غلام و برده و به هر حال چاکر یک کس دیگه است. هر کس که هر چی گفت خلاص بر اساس همون منهج روانه و به هر حال کلمات و حروف و آنچه که او جملاتی که تکرار میکنی هم تکرار میکنه. تشکر استاد. به اجازه شما و اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه. پس از این میان برنامه بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با موضوع اسلام و دموکراسی که در این برنامه یا در این جلسه گفتیم
در رابطه به برخی از شبهات صحبت میشه یا به برخی از شبهاتی که در ارتباط به تأصیل دموکراسی ذکر میشه در رد از او صحبت خواهد شد. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، ما در هفته گذشته در ارتباط به اصول دموکراسی یا نقد اصول دموکراسی صحبت داشتیم و یکی از اصول دموکراسی البته بحث انتخابات بود، اصل انتخابات بود که این انتخابات میشه انتخابات ریاست جمهوری یا ریاستی و انتخابات پارلمانی باشه. بله. برخی ها میان به آیه قرآنی استدلال میکنن که و امرهم شورا بینهم یا و شاورهم فی الامر. میگن نظام پارلمانی که برگرفته شده از نظام دموکراسی است هیچ تفاوت با نظام شورایی که اسلام به او دستور داده نداره. پس میشه ما دموکراسی را، نظام شورایی را عین نظام پارلمانی بدانیم، یعنی بین نظام پارلمانی و نظام شورایی در اسلام تفاوت نیست. میخواستیم بدانیم که آیا واقعا بین نظام شورایی در اسلام و نظام پارلمانی یا نظام دموکراسی تفاوت نیست؟ چون در برنامه گذشته فکر کنم به صورت اجمالی به برخی از اینا اشاره کرده بودیم. جناب استاد اگر دقت کرده باشین مثلا در پارلمان افغانستان، در پارلمانی که یعنی در مجمع پارلمانی که گذشته داشتن نوشته بود و امرهم شورا بینهم. از این آیه استدلال میکنند. تمام پارلمان های دنیا این آیه نوشته اسلامی کشورهایی که اسلامی بودن میکنند. بله. متاسفانه جناب استاد این فکر در میان برخی از اینها جای گرفته یا که بیچاره هایی که نمیفهمند درست معنای شورا را درک نکردن که شورا دارای ضوابط و دارای شروط هست. شورا دارای ارکان. کدام شورا؟ کدام شورا؟ شورا آیا هر کس که کنار هم جمع شد، آیا اگر امروز مجلس که در آمریکا برگزار میشه اونها هم شورای اسلامیه؟ نه دیگه، از خود شروط خاصی داره شورای اسلامی. یا مجلسی که در شورای اسلامی تشکیل میشه با مجلسی که در نظام دموکراسی که به نام پارلمان هست تشکیل میشه، دوتا با هم تفاوت‌های فراوان داره. اولین تفاوت کلیش اینه که جناب استاد در نظام اسلامی شورا الهیه. الله متعال دستور داده که شما شورا بکنید. چنانچه شما از آیه از سوره مبارکه شورا را اشاره کردید که الله فی الامر یا و امرهم شورا بینهم و امرهم شورا بینهم، یا در سوره آل عمران که الله سبحانه و تعالی برای پیامبر میگه و شاورهم فی الامر. ای پیامبر با صحابه خود درباره امور مشوره بکن. اولا گفتیم که جناب استاد آنچه که در نظام انتخاباتی یا در نظام پارلمانی هست اینه که پارلمان از طریق مخلوق ساخته میشه، از طریق بشر ساخته میشه. اما شورایی که در اسلام الله متعال تعداد گذاری کرده، چون که الله متعال تعداد گذاری کرده برای آن اصول و ضوابط و قواعد گذاشته. رقم نیه که هر کس خلاص آمد یک نشستی کرد و بعد به نام شورا آن را تشکیل بکنه و به نام شورا آن را اطلاق بکنه و بگه که این شورا هست. خب میگن ما مشکل نداریم، میایم شورا را پارلمان نمیگیم، مجلس شورا میگیم. شما با نام مشکل دارین؟ حالا میین فروق دیگه که تفاوت‌های دیگه که وجود داره. تفاوت دیگر اینه که جناب استاد در نظام اسلامی شورا توسط اهل حل و عقد میشه، توسط علما و صلحا میشه. یعنی هر کس نمیتونه که یک انسان فاسق، یک انسان فاجر، یک انسان کافر وارد نظام بشه، وارد شورا بشه، اون هم نظر بده. این حق را اسلام نمیده. شورای اسلامی این حق کسی نداره که یک آدم فاسق، یک آدم بیدین، یک آدم کافر بیای او نظر بده و نظر او مورد اعتبار بشه. الله متعال در چند آیه از قرآن کریم به این موضوع اشاره میکنه. مثلا چند آیه را بنده اینجا به خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. سوره قلم الله متعال سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا ما مسلمان و مجرم را با هم یکی میکنیم؟ ما لکم کیف تحکمون، شما را چی شده؟ چی رقم حکمیه که شما میکنین؟ ای کسانی که شما در پارلمانین، این چی حکم مزخرفی که شما انجام میدین؟ یک انسان مؤمن و صالح در یک میزان یک انسان فاسق و فاجر قرار میدین؟ نه، این درست نیست. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ابدا
این در سوره قلمه. در جای دیگه الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه صاد میگه ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا ما قرار میدین کسی که ایمان آورده به خدا، به روز آخرت ایمان آورده به آنچه که الله متعال فرستاده و اعمال صالح انجام میده، کالمفسدین فی الارض، مانند مفسدین باشن؟ آیا این دوتا با هم یکی هن؟ این دوتا با هم مساوی هن؟ ابدا. ام نجعل المتقین کالفجار، الله میگه آیا ما قرار میدیم یک انسان متقی و یک انسان فاجر دوتا در کنار هم قرار میدین، در پارلمان در کنار هم قرار بگیرن، نظر ای و نظر او یکی باشه؟ غیر ممکنه. جناب استاد در شورای اسلامی ما گفتیم که در اونجا اهل حل و عقدند، در اونجا علما و صلحا و نخبگان و صاحب فکرند، در اونجا فقها هند، نه هر فرد کوچه بازاری که از هر کوچه پیدا شد خلاص رأی داشته باشه بره وارد پارلمان شه، نظر او هم قابل ارزش باشه. در شورای اسلامی این حرف نیه. در شورای اسلامی جناب استاد وقتی رأی مطرح میشه، رأی به اکثریت نیست، حتی احیانا میشه که رأی به یک نفره، حق به جانب اوست، رأی به یک نفره. مثلا در ابواب مختلف داریم ما، در ابواب مختلف مثل غزوه خندق مثلا میتونین اشاره بکنین، یک فردی به نام سلمان فارسی میایه پیشنهاد میده برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در شورای اسلامی، پیشنهاد میده که بیاین حفر رو بکنین خندقه. رسول الله علیه و سلم نظر میگیرن، حق به جانبه. در موارد دیگری رسول الله علیه و سلم از صحابه خود، از کسانی که دور پیش پیامبر بودن، از اونها رأی یک نفر هم استفاده کردن، مثل که به این موضوع اشاره کردیم. و در موارد مختلفی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم رأی به اکثریت ندادن که هر چی اکثریت گفت هنمون باشه. یعنی این به صورت غالب و به صورت اکثر میگم. اما در نظام دموکراسی ما گفتیم که رأی به اکثریت جناب استاد، در نظام پارلمان و در پارلمان هر چی اکثریت گفت. این دو فرق. یعنی وقت فرق دومی بود که یعنی وقت در نظام شورایی نص باشه، حکم الهی باشه یا نظر یک انسان متخصص باشه، بله، کسی دیگه حق نداره که بگه که نه نظر اکثر غیر در مقابل نظر این شخص واحد یا این نخبه یا این متخصص است. بله کاملا درسته. در نظام دموکراسی همان رأی به اکثریت که ما در برنامه گذشتم در موردش صحبت کردیم و آیات قرآن در این مورد گفتیم. خب اما در نظام اسلامی رأی به اکثریت نیست که غالبا همیشه باید و واجب و لازم رأی به اکثریت باشه. میتونه یک فرد، میتونه دو فرد، میتونه سه فرد، میتونه تعداد اندک بر تعداد اغلب، بر تعداد زیاد، بر تعداد اکثر غالب بیایه و رأی او درست‌تر باشه، رأی او به حق‌تر باشه. این اتفاق افتاده در تاریخ اسلام چنانچه اشاره کردیم. در نظام اسلامی جناب استاد یا در شورای اسلامی بگین، مسائلی که نص صریحی در مورد آن در قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بر رأی یا شورا گذاشته نمیشه، بلکه شورا بر مسائل میشه که در اونها نص صریحی در قرآن و در سنت پیامبر نیامده باشه. شما در طول تاریخ اسلام نمیتونین پیدا بکنین یک مسئله که مسلمان ها جمع شده باشن برای حلال کردن یا برای حرام کردن شراب. مثلا نص صریح آمده، خداوند متعال میگه که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خلاص حکم قطعی از طرف الله متعال آمده، دیگه نیازی نداره که کسی بیه شورا بکنه، بیه داخل پارلمان یک آدم فاسق شرابخور بیه بگه که باید شراب حلال باشه، یکی دیگه بیه بگه همجنسگرایی باید حلال باشه. الله متعال گفته همجنسگرایی حرامه. در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی هم جنسگرایی رد کرده. اما در نظام پارلمانی اجازه هست، از نظر پارلمان و از نظر قانون دموکراسی اجازه هست که بیاین این نظام و این قانون را بر رأی بگذارن. اگر رأی اکثریت گرفت قابل قبوله جناب استاد. در نظام دموکراسی حلال کردن و حرام کردن اشیا به دوش پارلمانه. پارلمانی که قانون میگذاره، پارلمانی که در اونجا چیکار میکنه، یک چیز حلال میکنه، یک چیز حرام میکنه. اما در شورای اسلامی آنچه که خداوند متعال سبحانه و تعالی در مورد شورا گفته، حق حرام کردن و حق حلال کردن را هیچ احد جز الله سبحانه و تعالی نداره، بلکه الله سبحانه و تعالی کسانی که بر حرام کردن و بر حلال کردن دست درازی میکنن، اینها را شرکا میخواند.
اینها را الله متعال بت میخواند، اینها را طاغوت میخواند. کسانی که به دنبال اینها هستند اونها را الله متعال سبحانه و تعالی، این افرادی که این کار را میکنه اینها را شرکا میخواند. میگوید الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شورا میگه ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اینها برای شرکایی هستند که برای غیر از آنچه که الله متعال دستور نداده اینها شریعت دیگری برای خودشان تشکیل میدن، میان حرام میکنن، میان حلال میکنن؟ این حق در شورای اسلامی جناب استاد برای احدی داده نشده. احدی نمیتونه که در این مورد تصمیم بگیره. و ما گفتیم که در شورای اسلامی، در شورایی که در اسلام آمده و در قرآن کریم مورد تایید قرار گرفته، این ضوابط هست. کسی حق نداره حلال بکنه، حرام بکنه. کسی رأی به اکثریت برای همیشه رأی به اکثریت نیه، مثل که نظام در پارلمان هست. رأی انسان خوب و انسان بد با هم متفاوته در نظام اسلامی. انسان فاسق نمیتونه که در شورای اسلامی در اونجا جای بگیره و به هر حال برای مسلمان ها تصمیم بگیره و برای مسلمان ها حرف برای گفتن داشته باشه و به هر حال برای مسلمان ها قانون بتراشه. حتی این که گفتیم اگر خلاف اسلام هم باشه در نظام دموکراسی اشکال نداره که بیای به رأی گذاشته بشه. جناب استاد کسی اومده بود یک روزی ما را اعلان میکرد وقتی که در مدرسه درس میخواندیم، یک کسی اومده بود میگفت که بیاین رأی بدین، انتخابات و فلان و تبلیغات انتخاباتی میکرد. من در مقابل برخواستم همین سوال مطرح کردم برای گفتم خیلی خوب، تو میگی که ما بیاین رأی بدین، خیلی خوب ما رأی میدین. همین نظامی که شما دارین، همین پارلمانی که امروز وجود داره، همین به هر حال نظام شورایی که شما دارین به همین قسم که هست، اگر بیای یک کسی بگه که شراب حلاله یا شراب حرامه، شما این را به رأی میگذارین یا نگو؟ بله باید به رأی بگذارین. خیلی خوب، شما کلا ضد قرآن عمل کردین. قرآن آمده صریحاً میگه شراب حرامه، شما چگونه این را به رأی میگذارین؟ یا مسائل دیگری غیر از شراب، مسائل دیگری جناب استاد فراوانه. من با عنوان مثال گفتم این را. چگونه شما این را به رأی میگذارین؟ چیزی که الله متعال سبحانه و تعالی گفته حرامه، ربا و سود را الله میگه حرامه، ولی اگر بر نظام پارلمانی باشن را میگذارن برای چند تا انسان رشوتخور و چند تا انسان سودخور، میان چیکار میکنن؟ امروز غیر از این مثلا حد زنا را بگیریم، حد قذف بگیریم، حد دزدی را بگیریم، حدود دیگری هست که اینها رو خود عموما در پارلمان فیصله میکنن. بله، اینها رو در بنامهای دیگه، به نام اینکه شرایط فرق کرده و به نام مزخرفات دیگه که به هر حال این حرفای دیگه که دارن. ولی شورای اسلامی، حالا جناب استاد امیدوارم که ان شاء الله بینندگان عزیز گرفته باشن فقط که تفاوت اصلی را کلی اختیار کردین. ببخشین، بس تفاوت اصلی اشاره کردین. گفتین اولی که نظام شورایی در اسلام نظام الهی است. بله. یعنی در اونجا اهل حل و عقد عضو مجلس هستند، نه صحیح. نظام زمینی و ساخته و بافته دست بشر که از طرف مردم انتخاب شوند و هر کسی که هست به هر عقیده که هست، به هر فکر و به هر مشربه که هست، این وارد مجلس شورا یا نظام پارلمانی شود. تفاوت دومی که گفتین در کل نظام اسلامی در همه جا در همه موارد رأی اکثریت معتبر نیست، میشه رأی یک انسان متخصص بله ترجیح داده شود به رأی اکثریت. و دیگه ای که در نظام اسلامی، در نظام شورایی، وقت حکم الهی وجود داشته باشه، هیچ احد، هیچ بشر حق نداره که این مسئله را برای گیری بگذارن و بالاخره رأی بدن. این کیس تفاوت کلی فکر کنم باز تقسیمات فرعی و شاخه‌های دیگری هم داره. بله بدون خب شک. اگر از این خلاص شده باشیم، من میپردازم به یکی از فکر میکنم کفایت بکنه برای کسی که طالب حق باشه. همین چهار تا فرقی که ما به هر حال بیان کردیم، همین ها کافی باشه برای فردی که دنبال حق. اما فردی که دنبال حق نیه، اگر کل قرآن هم برایش بگین که این آیه مخالفش هست، این آیه موافقش هست، این حدیث این رقم، این حدیث میگه، به هر حال شما به رأی و نظر خود تفسیر میکنین و ترجیح میدین. چی بگین در جواب همچون فرد؟ جناب استاد شما به یک نقطه حساس اشاره کردین و او عبارت از است که گفتین در این پارلمان، در این که در برخی از کشورها به نام حتی مجلس شورا مسما گردیده،
مردم از طریق رأیگیری یا نماینده ها از طریق رأیگیری یا اعضای این مجلس از طریق رأیگیری وارد این شوراها و این پارلمان ها یا بالاخره وارد این نهاد میشن. بله. که برخی از اینها حتی غیر مسلمان هستند و اگر مسلمان هستند شاید فاسق باشه، شاید فاجر باشه، شاید انسان دین ستیزی باشه، شاید انسان باشه که اصلا از دین آگاهی نداره، شاید انسان باشه که جناب استاد حقیقتی هستند در تمام این نظام ها هستند. حالا کسایی که میگن که ما باید وارد پارلمان شویم و دلیل میگیرن ایره، میگن عین امی نقطه که ما میخوایم وارد پارلمان شویم تا ای که از راه یافتن افراد بیدین و افراد غیر متخصص و افراد دین ستیز جلوگیری شود. ولی شیخ جناب دلیل میگیرن. این حقیقتا یعنی میشه گفت که خواب است و خیال. غیر ممکنه که انسان بتونه از نظامی که اصلا به رأی تو ارزش قائل نیه، برای تو یک نفر ارزش قائل نیست جز اینکه سیاهی لشکر بشی، کدام چیز دیگری نیست. ما دیدیم جناب استاد افرادی که در کشورهای مختلف با این فکر و با این اندیشه داخل شدن اما به اونها اجازه ندادن، اجازه نمیده، چون دموکراسی به او اجازه نمیده. تو میخوای از نظام دموکراسی داخل بشی بری اسلام خدمت بکنی، تو نمیگذاره، اجازه نمیده که تو بری اسلام خدمت بکنی. امروز هستن مسلمان های، امروز هست علمایی که در داخل پارلمان ها وجود دارن. چیکار کردن؟ اینو بگین جناب استاد، چیکار کردن؟ چی رو تغییر دادن اصلا؟ ما دیدیم تجربه های تلخ متاسفانه مشاهده کردیم و تجربات تلخ دیدیم مشاهده کردیم در این افراد. با فکر بسیار خوب رفته وارد پارلمان شده، با فکر خراب بیرون شده. یا میگن لااقل از فساد و از برخی منکرات ما جلوگیری میکنیم یا میکاهیم، وجود ما در اونجا مؤثر است، لااقل از ما میشرمم، از ما حیا میکنن. نه، کسی حیا نمیکنه از اینها. ما میبینیم صراحتا در نظام های دموکراسی در داخل پارلمان ها بر اسلام تاخت و تاز شده جناب استاد، علنا تاخت و تاز میکنه. یک فرد شرابخوری، یک فرد فاسقی برمیخیزه هر چی که به دهانش میگه و اینها ساکتند، چون میگه اختیار خود داره. هر کس اختیار نظر خود داره، هر چی میخواد بگه. حتی این حتی زبان خود را باز نمیکنه که به اون ردیه بده، یک ردیه بده که بابا جان چی میگی تو؟ اینجا نوشته و امرهم شورا بینهم، نگفته تو را، و امرهم شورا بینهم، نگفته تو فاسقر، تو کافر نگفته، گفته و امرهم شورا بینهم، بین خودشان، بین مسلمان ها، نه بین که تو یک فرد اومدی داخل شده اینجا چی میگی، چی از دهان خود بیرون میکنی. نظام های مختلف جناب استاد، قوانین مختلفی، اینها هیچ کاری کردن نتوانستن جلو اینها را بگیرن، جلو نتوانستن. ما خب دیدیم تجربه. حالا اگرچه بعضیا میگن اشکال نداره، حالا بعضیا وارد میشن با نیت خیر وارد میشن، شاید بتونن کاری بکنن، شاید چنین بکنن، شاید در بعضی جا نتیجه داده، در بعضی از مناطق، در بعضی از کشورها نتیجه داده، ولی عموم و اغلب اگر خواسته باشیم این را ببینین هیچ نتیجه‌ای نتونسته که حقیقتا بده. به صورت اغلب درسته در بعضی از اماکن به هر حال موافقت کردن با اونها، در بعضی از چیزها تنازل کردن، در بعضی از چیزها قبول کردن، بعضی چیزها رو خودشان رد کردن. خلاص این که باید از یک باب داخل بشن با دشمن، از باب تنازل در زیر سوال بردن احکام الهی تا ای که به اونها هم میزان بشه. خب جناب استاد، از این که بگذاریم برخیا مشارکت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت در حلف الفضول که در دوران جاهلیت بود و این پیمان فضول که در دوران جاهلیت تشکیل شد به خاطر دفاع از مظلوم ها و گرفتن حق مظلوم از ظالم. میگن در حالی که وقت دوران جاهلیت بود و همه کافر بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم در چنین حلف مشارکت کردن و حتی بعد از بعثت گفتن اگر حتی بعد از بعثت ما دعوت میشدم مشارکت میکردم. میگن ما هم به تبعیت به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر جلوگیری از ظلم و به خاطر گرفتن حق مظلوم در این پارلمان ها شرکت میکنه. عجیبه، یعنی به خاطر اتباع و پیروی از پیامبر. بله ماشاءالله بسیار مردم دلسوزی یعنی اینها بسیار مردم مؤمن و مردم مخلص به خاطر اتباع پیامبر داخل پارلمان میشن. استغفر الله. جناب استاد، این خیلی با یعنی حلف الفضولی که پیامبر علیه السلام داخل شدن در اونجا و این نظام پارلمانی با همدیگر متفاوت، فرق میکنه. شما در تاریخ حلف الفضول پیدا کرده میتونین که یک حکم خلاف
آنچه که الله سبحانه و تعالی درست شاید بعضی بگن خب قبل از اسلام بوده. حتی رسول الله علیه و سلم گفتن اگر حالا هم این حلف برگزار بشه من شرکت میکنم. بله. آیا اینها خلاف اسلام چیزی دستور دادن؟ خلاف اسلام کاری میکردن؟ یعنی قانون الله متعال زیر سوال میبردن، برای خودشان قانون میتراشیدن. خب یک حکمی، یک کاری انجام میدادن که به هر حال اسلام به او دعوت کرده. یعنی اسلام به او دعوت کرده. اگر با اسلام سازگار باشه اشکال نداره. اسلام جناب استاد به این کار دعوت کرده. اصلا یعنی حق مظلوم را گرفتن از ظالم، اسلام به این دعوت کرده. این خب اصلا یعنی ضد اسلام نیه، ضد قرآن نیه، چیزی خب میگن در نظام قانونگذاری در کشوری که نظام دموکراسی حاکم باشه، وقتی چنین اتفاقی رخ بده همه به نفع مردم یک کشور خدمت بکنن که در مقابل قوانین اسلام قرار نگیره، چی اشکال داره که در چنین نظام آدم شرکت بکنه؟ حالا مشکل جناب استاد در اینه که در نظام پارلمانی اگر یک خوبی داره هزاران بدی داره. اگر یک خوبی را قبول کردی باید هزاران بدی را قبول بکنی. غیر ممکنه که تو یک قبول بکنی هزار تا دیگر بگذاری کنار. یعنی در اینجا حلف الفضول یک نهاد یا یک هیئت قانونگذاری و سیاستگذاری نبود، یک حکم مشخص بود بنابرای رسول الله صلی الله علیه و سلم موافقت با عقل بشری داشت و موافقت با دین الهی داشت. خب مخالفتی با اونها نداشته. شبهه بعدی را که مطرح میکنن مشارکت حضرت یوسف علیه السلام در حکومت غیر اسلامی که در مصر وقت حاکم بود و برپا بود، در اونجا به حیث وزیر در چنین حکومت ایفای وظیفه کردن. این را هم دلیل میگیرن. اولا جناب استاد حقیقتا این شبهه را به شکل دیگری هم پروبال میدن. اینها به انتخابات هم بیشتر توجیه میکنن که بله امام حضرت یوسف علیه السلام خودش را انتخاب کرد و کاندید کرد و به هر حال به این قسم که برای از او به هر حال یعنی بیشتر بعید است که خودش انتخاب نکرد. ملک او را انتخاب کرد و بعدا گفت هر کدامی که تو میخواهی انتخاب بکن و به هر حال حضرت یوسف علیه السلام، چنانچه در قرآن کریم در سوره یوسف علیه السلام به این نکته اشاره شده. اما یک چیز جناب استاد بدانین که در نظام پارلمانی که هست یکی از قوه های تنفیذی هست، اما وزارتی که حضرت یوسف علیه السلام قبول کرد یک وزارت تنفیذی بود که احکام را اجرا میکرد. نبود که یک نظام تشریعی باشه. یک نظام تشریعی نبود به پیش حضرت یوسف علیه السلام. و چنانچه بعضی از آیات قرآن کریم برمیآیه حضرت یوسف علیه السلام به دین ملک نبود، به قانون ملک پایبند نبود، بلکه نظام الهی در اونجا حضرت یوسف علیه السلام اجرا میکرد. مثلا وقتی که ما در داستان حضرت یوسف علیه السلام مراجعه میکنیم، مادامی که برادر خود حضرت یوسف علیه السلام نگه داشت پیش خود، چی گفت؟ برای از او گفت که كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. الله متعال سبحانه و تعالی میگه ما به یوسف یاد دادیم که او بر اساس دین ملک او نگه دار. یعنی که حضرت یوسف علیه السلام قبلا به دین ملک نبوده، همه مسائل به دین ملک حضرت یوسف علیه السلام اجرا نمیکرده. حضرت یوسف علیه السلام از جانب الله متعال وحی میشد و بر اساس وحی الهی حرکت میکرد. این یک. ثانیا حضرت یوسف علیه السلام داخل بشیم باز در همین، آیا پارلمان با وحی الهی شروع میشه؟ آیا کسی که خودش رو کاندید میکنه وحی الهی برای او هست؟ نه خیر، وحی الهی برای او نشده. حضرت یوسف علیه السلام با وحی الهی و با عصمت الهی داخل شد. حضرت یوسف علیه السلام تمکین یافته، تعبیر قرآنی مکننا. بله، حضرت یوسف علیه السلام مکننا مثلا اگر بگیرین به این معنای که حضرت یوسف خودش تابع کسی دیگه نبود. کلا واضحه، یعنی معنا واضحه که حضرت یوسف علیه السلام وقتی که تمکین یافت به این معنا نبود که او پیرو کسی دیگه باشه، قانون دیگران را مطرح بکنه، از وحی الهی پیروی میکرد و بر اساس وحی الهی حضرت یوسف علیه السلام حکم میکرد و با وحی الهی نشسته بود. و از جهت دیگر جناب استاد بازگردیم به این که بابا جان این چی ربطی داره دین حضرت یوسف علیه السلام با دین پیامبر صلی الله علیه و سلم چی ربطی داره؟
پیامبر علیه السلام ما را منع میکنه. در برخی از ادیان بود در دین اسلام نیست یا توسط دین اسلام نسخ شده. کاملا درسته. بعضی از مسائل هست که در دین حضرت یوسف علیه السلام وجود داشته، در دین حضرت یعقوب وجود داشته، در دین حضرت ابراهیم وجود داشته و در اسلام وجود نداره. احکامی هست، احکام فراوانیه. مثل که مثلا حضرت یعقوب علیه السلام 2 خواهر در آن واحد در ازدواج داشت، ولی در اسلام منع شده این کار، در اسلام جایز نیست. و یا در دین مثلا در روشی که الله متعال سبحانه و تعالی به حضرت آدم علیه السلام داده بود، خواهر و برادر با هم ازدواج میکردن. پس بیان خواهر برادر با هم ازدواج کنن، چون حضرت آدم فرزندای با هم ازدواج میکردن، یا بیان 2 خواهر در آن واحد در ازدواج یک نفر بیان. اینها مسائلی که جناب استاد بعضی مسائل را اسلام اومده تایید کرده. فرزندای یوسف، فرزندای یعقوب علیه السلام، البته اون هم خب یک بحث دیگه که به هر حال بعضی میگن که این هم از همان احکامه، از همان حکمه. خب به هر صورت جناب استاد اینها مسائلی که ما گفتیم وقت اسلام اومد بعضی مسائل را تایید کرد، بعضی مسائل تایید کرد، بعضی مسائل ساکت شد، بعضی مسائل رد کرد. مثل این موضوع اسلام اومد این را رد کرد، نه تایید کرد نه هم ساکت شد. مسائلی هست که اسلام در مورد آنها مثلا در باب اسرائیلیات وقتی علما میگن بعضی مسائل آمد اسلام تایید کرد، مثلا رسول الله علیه السلام وقتی دیدن که یهودی ها روز عاشورا روزه میگیرن، رسول الله علیه السلام روز عاشورا روزه گرفتن و در دین اونها وجود داشت و در دین اسلام هست. نماز در دین اونها بود، در دین ما هست. زکات همچنین در دین اونها در دین ما وجود داره. اما تعجب اینجاست که جناب استاد برخی مسائل که حتی اگر خلاف حکم شرعی حکم اسلام باشه اینها پیدا میکنن بعض نقاط به عنوان دلیل، اما نمیدانم که چرا از دیگه اعمال یوسف، از دیگه کردار یوسف، از دیگه عملکردهای حضرت یوسف، از امانت حضرت یوسف، از صداقت و از اخلاص حضرت یوسف اینا پیروی چرا نمیکنه؟ نه دیگه باز در اون صورت باز فرق میکنه اصلا اینها. خب استاد اگر اجازه بتین در اینجا باز هم فقط میخوام خدمت بیننده های عزیز و گرامی متذکر شم که انشالله لحظات بعد میریم به سراغ یک میان برنامه و بعد از میان برنامه انشالله تلفن های برنامه زیرنویس میشه و شما میتونین در ارتباط به موضوع برنامه مشارکت کنین. خوب بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. و از آنچه به آن علم نداری پیروی نکن، بیگمان گوش و چشم و دل همه بازخواست خواهند شد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خویشاوندانتان و ثروتی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که می پسندید نزد شما از الله و رسولش و جهاد در راه او محبوب تر است، پس منتظر باشید که الله عذابش را بیاورد و الله فاسقان را هدایت نمی کند.
خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما هستیم و از دوستای گرامی در اتاق کنترل خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا بیننده های عزیز و گرامی فرصت کافی برای مشارکت داشته باشند، چون فکر کنم از 25 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب جناب استاد گرامی، تا حین برقراری تماس های بیننده های عزیز و گرامی میخواستم یک شبهه دیگری را که همچنین کسایی که تمایل و علاقمند و مشارکت به نظام دموکراسی دارند مطرح می کنند و ایره دلیل می گیرند که حضرت نجاشی حاکم حبشه یا پادشاه حبشه به قانون اسلامی عمل نکرد، در حالی که مسلمان بود و وقتی که وفات کرد حتی لقب بنده صالح از سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم دریافت کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه حتی بر این پادشاهی که به قانون الهی عمل نمی کرد یا عمل نکرد به عنوان پادشاه جنازه غایبانه هم خواندند. بله درست جناب استاد، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نجاشی نماز غایبانه خواندن و حتی در حدیث آمده که رسول الله علیه و سلم وقتی فوت کرد گفتن ان اخ لکم قد مات، برادر شما فوت کرد و قوموا فصلوا علیه، برخیزید برید نماز بخوانید. نماز غایبانه رسول الله علیه و سلم خواندن. اما یک نکته جناب استاد اینجا مطرح میشه که تمام آنچه که در کتب تاریخی مطرح میشه، کتب تاریخی موجوده، اینه که نجاشی قبل از آیه قرآن کریم که الله متعال در حجة الوداع نازل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، آیه 30 سوره مبارکه مائده، الله متعال قبل از اینکه این آیه را نازل بکنه نجاشی فوت کرد و تا جایی که به نجاشی رسیده بود نجاشی عمل کرد. اما جایی که برای نجاشی نرسیده بود رحمه الله، جایی که برایش نرسیده بود آنجا را الله متعال را مجبور نکرده که تو عمل بکن، هنوز دین کامل نشده ما را به این ملزم بکنیم که تو باید عمل بکنی. بابا جان به چی عمل کنن؟ هنوز دین کامل نشده. قبل از اینکه دین کامل بشه نجاشی فوت کرده. پس به تعبیر یکی از دوستان، خب به هر حال کسایی که به دنبال دموکراسی ان اینا هم شاید به همین فکر باشن که هنوز اسلام کامل نشده، وگرنه اگر اسلام کامل شده خب اسلام گفته که اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا شما حکم جاهلیت میخواهید؟ آیا طلب حکم جاهلیت میکنید؟ یعنی چی؟ خب جناب استاد، ما به اجازه شما مکالمه تماس اول میگیرم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خود معرفی بکنین و در ارتباط به بفرمایید. مجید رحمان هستم از کابل افغانستان. بفرمایید برادر گرامی. جناب استاد تشکر میکنم از برنامه خوبتان. سلامت باشین برادر برنامه گرامی. خوب و آموزنده است. و یک سوال داشتم از استاد محترم در رابطه با حلف فضول گفتین. حلف الفضول، حلف الفضول یا پیمان فضول. بله بفرمایید. بله اینا میخواستم یک توضیح دوباره بتونیم من یادداشت میکنم. خب در ارتباط به حلف الفضول چشم ان شاء الله. تشکر از شما بیننده گرامی. تشکر بسیار زیاد از برنامه خوبتان. سلامت باشین، سلامت باشین. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ سلام، خوب هستید؟ لطف پروردگار بفرمایید خواهر گرامی خود معرفی بکنین. من راهداری هستم و شیعه هستم
بعدش هم میخوام سنی بشم. بعد خواستم ببینم این کار درستی میکنم یا نه. 100% کار درست میکنین. شیعه باشین، ما نمیگیم که شما بیاین سنی نامتانه بگذارین، شیعه باشین اما طبق دستور الله تعالی و طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنین. از خرافات و خزعبلات و این مسائلی که آخوندها برایتان در ایران یا در کشورهای دیگه به خورد شما میتن به عنوان دین من مثلا اعتقادی ندارم به این حرفای آخوندها، یعنی میگم هرچی خدا پیغمبر گفته اونو گوش میکنم. پس شما سنی هستین؟ بعد دیگه میبینم من کرد هستم خودم ولی کرد بیجارم، شیعه هستم. شیعه هستین، میخواین سنی بشین؟ خلاص سنی. بله سنی بشین، شوهرم سنیه، بعد خیلی اعتقادشون درسته. خب خواهر گرامی، فعلا شما عملا سنی هستین، شما به دین رافضی و رافضه‌گری و خزعبلات و خرافات و چرندیات و مسائلی که اصلا به دین اسلام هیچ ربطی نداره شما از او بیزار هستین. فعلا شما به حیث یک مسلمانی که تابع احکام الله تعالی و تابع احکام رسول الله هستین، شما به عنوان یک مسلمان سنی هستین. تشکر خواهر گرامی. بفرمایید خواهر گرامی. نفهمیدم. تشکر میکنم از برنامه خوبشونم. سلامت باشین خواهر گرامی. تشکر از شما. تشکر از تماستان. سلامت باشین خواهر گرامی. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر. خب بیننده بعدی. بله اسم عزت الله. سلام علیکم. و علیکم السلام. نفهمیدم نامتان برادر گرامی. محترم اسم عزت الله از افغانستان شما را زحمت دادم. بفرمایید برادر گرامی عزت الله از افغانستان. بفرمایید در خدمت شما هستیم. در ارتباط خواهش شما است همین مواردی که شما به حساب میگیرین در بخش اروپا است. بله. استقامت اروپا است. اگر این موارد در بخش افغانستان که به اساس 30 چینل افغانی را میگیره، اگر در این موارد شما میرون پرت که ما زمین استفاده کلی مردم بتانه. چشم برادر گرامی. انشالله که صحبت های شما را بخش فنی شبکه میشنون و امیدوار هستیم که عمل شود به این توصیه شما. تشکر برادر گرامی. خب سلامت باشین. سلامت باشین. خب فکر کنم که تماس دیگه تا حال برقرار نشده. برمیگردیم به استودیو. جناب استاد، بحث نجاشی بود و من میخواستم این تعلیق بکنم کسایی که علاقمند نظام دموکراسی هستند و در این گرداب بگم غرق شدن، تلاش میکنن که از هر شبهه، از هر خس و خاشاک دیگه خود محکم بگیرن و نجات پیدا بکنن یا امو نظام دموکراسی خود توجیه بکنن. جناب استاد، یک قاعده کلی که امام وکیع رحمه الله، وکیع ابن الجراح رحمه الله، یکی از علمای بزرگ و استاد امام شافعی رحمه الله هست، قاعده بسیار کلی در باب اهل بدعت و اهل سنت میگذاره. این قاعده کلی واقعا من همیشه که میخوانم برای من خیلی جالب میگه که اهل بدعت هم یعتقدون ثم یستدلون. میگه اول اونها اعتقاد خود را در یک چیز میگذارن، بعد شروع میکنن به استدلال کردن، میگردن دنبال این دلیل، از اینجا کشکو، از اینجا بگیر، از اونجا بگیر، تا ای که این عقیده چیکار بکنن؟ عقیده رنگ بدن، بوی بدن. اما میگه اهل سنت این خوبی اهل سنته که یستدلون ثم یعتقدون، اول به دنبال دلیل میگردن، بعد او باز به عنوان عقیده برای خود انتخاب میکنن. اهل بدعت کلا جناب استاد این یک قاعده کلی رحمه الله، الله متعال خداوند متعال سبحانه و تعالی ببخشه امام بزرگوار، بسیار حرف بجا و حرف دقیقیه. یعنی شما میتونید این قاعده در کل اهل بدعت شما ببینین. اول چی کار میکنه؟ برایش بگی که تو چی اعتقاد داری؟ میگه اعتقاد من اینه. اعتقاد را از کجا گرفتی؟ بعد شروع میکنه از اینجا بگیر، از اونجا، قبلا دلیل هم نداره،
اول اعتقاد محکم میکنه، بعد به دنبال دلیل میگرده. اما اهل سنت چیکار میکنن؟ اول به دنبال دلیل میگردن، آیات قرآن جمع میکنن، احادیث پیامبر جمع میکنن. این روش اهل اسلامه. بعد باز به همون موضوع چیکار میکنن؟ پایبند میشن و به او عقیده و باور پیدا میکنن. تشکر استاد گرامی. باز برمیگردم. تماس ها برقرار شد با بیننده های عزیز و گرامی. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید بیننده گرامی. یه سوال داشتم بابت این تو نظام اسلامی یه زن والی باشه تو نظام اسلامی هستش؟ ما بیننده گرامی خود معرفی نکردین. یوسف هستم اینجوریم. ببخشین برادر گرامی یوسف، دوباره سوالتان مطرح کنین، متوجه نشدم. یه زن چیز والی باشه ولی حکومت اسلامی ولی مردم اسلامی جایزه تو اسلام؟ درسته. سوال شما را گرفتیم، ان شاء الله استاد گرامی پاسخ میتن. تشکر از شما. بابت این 6 تا زندانی که اعدام شکست اینم جایزه تو اسلام که درست است ان شاء الله خدا سلامت باشین. پاسخ دریافت خواهد میکرد. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ بفرمایید بیننده بعدی. سلام علیکم. الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشین بیننده گرامی. میشه خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ محمدی هستم، از خراسان تماس میگیرم. آقای محمدی از خراسان، بفرمایید اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارین، پرسش دارین. بله، در رابطه با موضوع میخواستم صحبت کنم. من 2 سوال داشتم، اگه امکان داره جواب بدین خیلی ممنون میشم. خیلی مختصر. بله، سوال اول من اینه که آیا حکم ارتدادی که در اسلام هست خلاف موازین دموکراسی نیست؟ یعنی ارتداد به اون شیوهی که یعنی اگر کسی از اسلام با تحقیق به عنوان مثلا بره تحقیق کنه و ببینه که اسلام دین صحیح نبوده و بخواد برگرده، بعد آیا این خلاف اون چیزی که ما همیشه میگیم که در اسلام آزادی هست، آیا این نقض نمیشه این آزادی در اسلام؟ خب سوال بعدی. سوال دوم من این بله، سوال دوم من در مورد اینه که مثلا اگر در یک حکومت اسلامی یه شخصی که از اول کافر بوده و اصلا مسلمان نبوده، اگر بخواد مثلا اینجوری که الان مد شده مثلا همجنس بازی یا خیلی مسائلی که خلاف عرف و چیز هست، آیا برای این آزادی در نظر گرفته شده یا نه؟ من نمیشم اگر تشکر میکنم آقای محمدی. ان شاء الله پاسختان دریافت خواهید کرد. سلامت باشین. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید خود معرفی بکنین. بفرمایید. من ابو اسامه از کردستان با شما عرض می‌دهم. آقای ابو اسامه در خدمت شما هستیم. به شما و تمام همکارانتون خسته نباشید عرض می‌کنم. انشاءالله که خداوند پشت و پناه شما باشه، در کارتون موفق باشید. آمین آمین آمین. همچنین. بله عرض می‌کنم در مورد برنامه‌ای که الان دارید پخش می‌کنید و همچنین در مورد یه مورد دیگه هم میخوام با شما حرف بزنم. اونایی که بحث دموکراسی میکنن میخوان به نسبت در کشورهای بظاهر اسلامی که کشورهای اسلامی فاسد منطقه هم شاملش میشه، تو اونجا تو پارلمان اونا شرکت میکنن، این افراد خود این حاکمان اینا مرتد هستن. چه برسه به این که در پارلمان اونا بخواین مثلا کسی بخواد تو پارلمان یه مرتد که معالات کفر داره بره تو اونجا شرکت کنه، حق اسلام رو برای مردم بگیره. این واقعا مسخره است. کسی که مرتد باهاش نشستن چه معنی داره؟ پیامبر با مرتدا کی نشسته؟ صلح کرده تا به حال تا برسه به این مثلا بری با اونا بشینی تو مجلسشون و اونا را مسلمان بدونی. خود حاکمانشون مرتد هستن. متاسفانه برخی از این علمای بظاهر اسلام و بعضی از شبکه‌های اسلامی که رسال حق جز اونا نیست، البته بعضی هاشون هستن، مردم رو به انتخابات و اینا دعوت میکنن دیگه، نمیدونم تو این کشورها تو پارلمانتون خلاصه یه جورایی مردم رو
به تبعید کردن حکومت هایی که خودشون دارن از اونا نون میخورن. متاسفانه شبکه کلمه هم از اون است و نور. بیننده گرامی ما از آغاز حرفای شما را دارم گوش میکنم، نظرتان است، نظر میتین، اما اجازه نمیتیم که از طریق ای تریبون به هیچ طرف بخصوص اهل سنت توهین قائل شویم. توهین نیست برادر گرامی. خواهش میکنم برادر گرامی، ما در آغاز در حرفایتان دارم به دقت گوش میدم، اما اجازه نمیتم گفتم حرفتان پس بگیرید. باشید اشکال نداره، منتها اونا باید مردم بدونن که اونا مسئله برادر گرامی ابو اسامه جهادی فرق میکنه. ابو اسامه به نظر شما نظام حاکم در ایران چگونه نظامی است؟ خیلی کثیفه، کثیفترین نظامی تو دنیا. کثیفترین نظام. بعضی از کشورهای اسلامی به شرق پناه بردن، مهالت کفر دارن مثل ایران و خیلی از کشورها. بعضی از کشورهای اسلامی متاسفانه به غرب متمایل شدن، مهالت کفر دارن. اینا هیچ کدومشون قبول نیست، نه ایران نه کشورها. الان تو کشور عربستان پر از آدمهای خوب زندانی شدن مثل خالد راشد. دلیل دارین بیننده گرامی؟ دلیل دارین؟ بله اونا موالات کفر دارن. نه دلیلتان چیست؟ کدام موالات کفر؟ دلیل موالات کفر دارن با اسرائیل، با آمریکا. چطور وقتی بیننده گرامی وقتی شما بحث از زندانی شدن میکنین، زندانی در هر کشور بعضی افراد زندانی میشن، اما این چه ربطی به کفر داره؟ به موالات کفر چه ربطی داره؟ وقتش این خود نداره، جدا هستن. منظورم اینه که اونا مثلا حکومت طالبان که یک حکومت اسلامی بود، کشورهای مثل حاکمان ترکیه و عربستان و پاکستان و ایران، این چند کشور اومدن همکاری موالات کفر رو کردن و حکومت طالبان هم قبول کردن. برادر گرامی در زمینه سقوط حکومت طالبان مشخص بود که حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی در ایران به اعتراف رئیس جمهور وقت محمد خاتمی گفت از در ظاهر درست است که در ظاهر علیه امریکا، علیه شیطان بزرگ شعار میتن، اما زیر پرده با شیطان بزرگ، شیطان بزرگتر همدست است در سقوط حکومت طالبان. مستقیما حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران دست داشت و همچنین در سقوط عراق. امروز اگر این کشورهای منطقه شرکت می داشتن لااقل جای پای می داشتن. امروز در افغانستان دارد اقلیتی که کمتر از 10% تشکیل میده، داره تقریبا 40% الی 50% حکومت در دست داره. در عراق 80% حکومت در دست داره. این معلوم میشه که جناب ابو اسامه گرامی، تشکر میکنم از شما از صحبتایتان، اما واضح است که نتایج بعدی نشان میده که نظام جمهوری به اصطلاح ایران نظامی بوده که در سقوط دو حکومت همسایه ایران، حکومت افغانستان، حکومت طالبان و حکومت عراق دست داشت و امروز قدرت در دست مزدورای ایران است تقریبا. تشکر. میریم سراغ بیننده بعدی، یک بیننده اخیر میگیریم. به عنوان بیننده اخیر بفرمایید برادر گرامی. الو. بفرمایید. الو. بفرمایید، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ خیلی سریع بیننده گرامی چون وقت خیلی محدود است. بفرمایید. خب تشکر میکنم از این بیننده، مثل که تماسش برقرار نشد. ما تقریبا 8 دقیقه بیشتر از وقت نمانده. از تمام بیننده های عزیز و گرامی که تماس گرفتن از اونها تشکر میکنم، به خصوص از خواهر گرامی ما که از فکر کنم از کردستان بودن، تشریف آوری ایشان به جمع برادرای اهل سنت و خواهرای اهل سنت و ایشان تبریک میگم و به عرض میرسانم که خواهر گرامی شما میتوانید در ارتباط و فهم و درک مسائل دینی و مسائل شرعی تان به کانال تلگرام شبکه مراجعه کنید و هرگاه خواستید در ارتباط به فهم
دینتان معلومات بیشتر کسب کنید، میتونید از طریق ایمیل برنامه به ما پیام بفرستین تا کتاب‌های مورد نیاز شما در اختیار شما قرار داده شود. تشکر از تک تک بیننده‌های عزیز و گرامی. ما برمیگردم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. استاد عبدالرحمن، فکر کنم مستقیم بریم روی دو سوالی که از طرف بیننده ها مطرح شد. اگر شما قبل از او تعلیق در ارتباط به صحبت های بیننده ها دارین، فقط یک دقیقه وقت دارین که بعدش ما برم به سراغ سوال هایشون. بله، من حقیقتا در باب برادر بزرگوارم آقا ابو اسامه عزیز با بعضی از اقوالشان من موافقم، ولی به هر حال بعضی اقوالشان اگر کمی برادر ما کمی کوشش بکنن که تجدید نظر بکنن در بعضی از مسائل. امروز جهان اسلام به یک جهتی میره که یعنی واقعا بسیار اسف باره و نظر علما هست برادر بزرگوار در بعضی از مسائل، مثلا مادامی که در باب انتخابات مثلا مطرح میشه، نظر علما هست. بعضی از علما جایز دانستن که اگر فرد شما بهتر میدانید، یعنی که شر او کمتر است بر دیگران، میتونین که به خاطر که به هر حال این نظریه، اما ما نمیتونیم که هجوم بکنین مادامی که او دموکراسی تایید نمیکنه، مادامی که مفاسد دیگر دموکراسی در واقع تایید نمیکنه. یک موردی به هر حال حرفی در موردش گفته، جایز نیست که ما بر علما تاخت و تاز بکنیم، بر علمای اسلام و بر اهل سنت، یا این موضوع باعث بر این بشه که ما در میان ما اختلاف به وجود بیایه، اختلاف قلبی به وجود بیایه. این یک اختلاف زبانی هست. علما هم در این باره حرف‌هایی دارن که آدم نمیتونه که نظر شخصی نظر شخصی خود بر بالای دیگران تحمیل کنیم، مادامی که در موضوع بعضی از مسائل جناب استاد بعضی از مسائل در مورد آنها نص صریح وجود داره، حرمت و حلال بودن یا حرام بودن او واضح کرده. ما در این حرفی نداریم، هر کس که خلاف او بگه در مقابل ما ایستادیم. اما مسائلی که مورد اختلاف در میان علما هست، بعضی از علما اینطور میگن، نه علمایی که خودفروخته باشن، علمایی که واقعا به علم اونها اعتماد میشه و به دیانت اونها اعتماد میشه، حرفای میگن. لازم نیست که انسان این مسائل، یعنی خدای نکرده این اختلافات زبانی باعث بر این بشه که اختلافات قلبی و اختلافات در صف به وجود بیاید. خب جناب استاد، برادر گرامی ما یوسف از ایران سوال کردن که آیا زن میتونه والی باشه؟ نه، نمیتونه والی بشه. از نظر اسلامی والی شده نمیتونه. زن نمیتونه که حکومت بکنه، به خاطر که زن کمتر به این مسائل آشنا هست، آشنایی کمتر داره. و یا اگر مثلا روابط بین الدولی باشه، اگر قرار باشه یک زن مسلمان چگونه میتونه باز بره با یک کس دیگه دست بده و در کنار او بنشینه و به هر حال با هم دیگر صحبت بکنن و از این مسائلی که به هر حال برای زنها به وجود میاد. اگر در داخل کشور استاندار زن مریضی داره، مریضی ماهوار داره، در این مریضی بعضی از زنها چنان آزار و اذیت میبینن که حتی از خانه خود بیرون نمیشن، چی برسه به که حکومت داری کلا از پیشش میپاشه، منافع مردم، منافع سیاست کلا از بین میره. خب تشکر استاد. آقای محمدی از خراسان گفتن در سوالشون طوری بود که من نمیفهم، اگر دقیق فهمیده باشم، کسی اگر در زیر سایه دموکراسی فکر کنم گفتن مرتد شوه حکمش چیست؟ خب اگر در چارچوب حکومت اسلامی مرتد شوه شاید هدفشانی باشه، شاید من درست برداشت نکرده باشم. به هر حال اگر زیر پرچم دموکراسی باشه خب اشکال نداره، در بسویشان بازه. اما اگر از نظر اسلامی باشه، اسلام و دین اسلام بازیچه دست هر کس نیست که هر دم هر جهتی که خواست بره برای خودش انتخاب بکنه. حکم اسلام بر او، حدی که اسلام بر او گذاشته بر او جاری میشه. بر فردی که به هر حال بعد از توفر شروط، بعد از اینکه شروطی که اسلام آمده تعیین کرده، که ما در مورد این در سابق هم صحبت کردیم که برادر عزیز ما میتونن که باز به طور تفصیل بحث را در برنامه‌های گذشته در یوتیوب ببینن. ما صحبت کرده بودیم و همچنین عین برادر آقای محمدی از خراسان پرسیدن که اگر فرد که مرتد نشده و در اصل کافر بوده و در دایره حکومت اسلامی زندگی میکنه و این فرد مثلا از جمله مسئله شراب خوردن یا اینا همجنسگرایی را به عنوان مثال ذکر کردن، آیا اسلام، آیا نظام اسلامی برای فرد غیر مسلمان این آزادی را قائل شده که مثلا برای یک فرد کافر شراب خوردن؟ جناب استاد، اسلام حقیقتا برای
بعضی از مسائل برای اینکه حکومت اسلامی و مسلمان ها در حفظ و امان بمانند بعضی از قوانین داده، مثل که امروز شما در نظام های اول اجازه بدین که این را کامل بکنم. ما در میان فقهای اسلامی نظریات مختلفی داریم، نظریات مختلف امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمهم الله یا دیگر فقهای اسلامی اقوال در این مورد گفتن. در مورد مستأمن احکام جداگانه‌ای داره، در مورد ذمی احکام جداگانه‌ای داره، در مورد شراب حکم جدایی داره، در حکم زنا حکم جدایی داره که در بعضی از مسائل حد شرعی بر او جاری میشه، در بعضی از مسائل نمیشه. خلاصه بالا هم رفته جناب استاد، این مسائلی که یعنی مسائل فقهی که در این مورد اگر وارد بشیم حداقل نیاز هست که نیم ساعت در این مورد ما صحبت بکنیم که کدام موضوع حد شرعی بر او وارد میشه، کدام مورد نمیشه، کدام مورد در نزد کدام فقیه انجام میگیره، کدام مورد در نزد کدام فقیه انجام نمیگیره، یا قول راجح در این مورد چیه. ولی بالا هم رفته مسائلی هم که اسلام آمده برای مستأمن و برای ذمی احکام را آمده گذاشته و بعضی از حدود بر او جاری میشه، نه از باب این که او مسلمانه، نه از باب که او مسلمانه، به خاطر اینکه در جامعه اسلامی حرج و مرج به وجود نیه. جناب استاد امروز مثلا در کشورهای غربی وقتی شما سفر بکنین تابعیت او کشور را قبول کنین، قانون او بر شما جاری میشه، شما خواسته باشین نخواسته باشین. حتی اگر این که مخالفت موتروانی یا ماشین سواری هم بکنین بر شما تطبیق میشه، حتی اگر از اشاره ترافیکی هم بگذارین بر شما تطبیق میشه. همه حکمی که بر دیگران تطبیق میشه بر شما هم میشه. این یک چیز عادیه. شما مادامی که در یک کشور رفتیم قانون او قبول کردین و از قانونش زیر نظام او بودین، بدون شک اگر از نظام او شما تخلف بکنین، از قانون او تکلف بکنین، حکم بر شما جاری میکنه. و در اسلام هم مسائلی آمده که حکم بر او جاری میشه و مسائلی آمده که حکم بر او جاری نمیشه. پس در این مسئله البته جزئیات بیشتری داره و علمای بیشتری در ارتباط نظر دادن و نمیشه که ایره به صورت فقط آن چی که بر مسلمان ها سرایت بکنه و جامعه خراب بکنه. پس اگر کافر مسائلی که مثلا در بحث شرابخوری یا در بحث مسائل دیگری در جامعه کار بکنه که جامعه را دچار حرج و مرج بکنه، دچار مشکلات و آشفتگی بکنه، در اون حالت این آزادی از او فکر کنم اعتبار نداره. بله من گفتم به عنوان مثلا در حد شراب فقهای احناف و حنفی ها کلا میگن که حد بر کافر جاری نمیشه و علما در این مورد اختلاف دارن. حالا بحث فقهی نیست، برنامه فقهی نیست، ولی گفتیم حکمتی اگر مسائلی هم که باشه اسلام در مورد آن حکم داده باشه، به خاطر اینه که در جامعه حرج و مرج به وجود میاد و به هر حال هر کس برای خود دولت میشه و نظام میشه و قانونی برای خود میسازه و هر کار دلش خواسته باشه انجام میده. تشکر استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح که تا این لحظه با ما بودین و در این برنامه باز هم شرکت کردین و بحث دموکراسی که تقریبا طی 4 جلسه داشتیم در ارتباط بهش صحبت میکردیم در این برنامه به پایان رسید و از تک تک شما عزیزانی که تا این لحظه با ما بودید و عزیزانی که تماس گرفتن تشکر و سپاسگزاری میکنم و تا دیدار بعدی و برنامه بعدی همه شما را به پناه حضرت حق سبحانه و تعالی می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر.